آقا خواهش میکنم. یه پدر پیر جلو بچهش کشتی، ولی به اینجاش فکر نمی‌کردی که اون بچه یه روز بزرگ میشه، مگه نه؟ فکر میکنی کاوبوی هستی و فکر میکنی با اون اسلحه کنه میتونی جلو منو بگیری؟ جوان منو سکون نده حرومزاده. پدر منو کشتی به خاطر چند تیکه زمین. منم بلدم چجوری به سکوتت پاسخ بدم. بیا شروع کنیم. با اولین صدای ناهنجار شروع میکنیم. هنوز تموم نشده. هنری پارکر، پدرت همیشه میخواست به اموال من دست یابه ولی هیچ وقت موفق نشد، تا اینکه یه روز مرتکب اشتباهی شد که مجبور شدم جبران کنم. برام مهم نیست، من فقط میدونم که تو پدرمو کشتی و تا نکشمت آروم نمیگیرم. کاش تاریخو مرور میکردی جوان، چون الان دیگه من مجبورم تکرارش کنم. انتقام پدرتو بگیری؟ بگی. میدونستی نه؟ ای حرومزاده،
بزن. هنری دست انتخاب توی تو درک میکنم، ولی بذار یه چیزی رو برات توضیح بدم. اجداد من و تو همیشه بر سر اموال جنگیدن و همیشه خانواده پارکرها میخواستن به اموال ما دست یابند، ولی هیچ وقت موفق نشدن. این جنگ سالها ادامه داشت تا اینکه رسید به من و پدرت. یک شب که همسر من در بستر بیماری بود، من رفتم که براش دارو بیارم. همون شب پدرت برای کشتن من به خونه من حمله کرد، ولی من اونجا نبودم و وقتی برگشتم با جسد همسرم مواجه شدم که یک یادداشت کنارش قرار داشت. لانرگان شکست خورد. پدرت همسر منو کشت و من هم انتقامشو گرفتم. متاسفانه تو اونجا حضور داشتی، ولی چون بچه بودی نمیتونستم برات توضیح بدم. هنری، دوران ما دیگه به پایان رسیده. زندگی من خیلی ساکته و تو واقعا میخوای عمرت رو صرف کشتن یک مرد افسرده کنی؟ من گلوله رو به جای کشنده نزدم. برو با یه زندگی شاد و بدون جنگ رو شروع کن.